چجوری؟ ببین اینجوری که میزنی یه بار برای ذره به هم ریخته میکنی همون شکلی بشه. نشون بده مدلشو. خوبه دیگه همین. خوبه؟ آره دیگه. من کوتاه کنم. خیلی کوتاه. چقدر کوتاه؟ زیاد. چقدر زیاد؟ داریم که باید داشته باشیم. چقدر کوتاه؟ این موها رو کوتاه کنیم بهتره که رو به جلو هستم. عالی نداره. جای همت خالیه. چرا کوتاه بیاد اینجا هستش؟ بیاد اینجا وایسا. آره. آب پاکی رو ریختی چون میخوام ریش بذارم مثل همه ریش هم دیگه که با همه ریشی که الان دارم بلند میشه بیاد بالا. چه خبر از دنیای مدلینگ؟ دنیای مدلینگ یه ذره این روزا تحت تاثیر یه سری اتفاقاست که ایشالله درست میشه، اما به شرط اینکه خود کسایی که میخوان توی این کار وارد بشن بدونن که کجا قدم برمیدارن، چی میخوان چی کار بکنن و واقعا این صنف رو بشناسن، به هر کسی اطمینان نکنن. دیگه دنیای مدلینگ همش عکاسیه، بعد نگاه کنن عکاسی، پروژه ها، کار عکاس چه شکلیه، کارهایی که میکنه. خلاصه آقا رضا مدلینگ هم مثل آرایشگری. پس دست توش زیاده. دست خیلی زیاده، خیلی زیاده، خیلی این اخی افراد سودجو اومدن توش، افرادی که فکر میکنن که فریبکار. خیلی زیاد واقعا. و خب واقعا ما تو ایران چهره زیبا کم نداریم، چه دخترها چه پسرها، و خب هم دوست دارن که به هر حال تو ایران دیده بشن و از طرفی مدل بشن، ولی چون درست ازشون بهره برداری نمیشه، به هر کسی اطمینان میکنن میرن جلو. مثلا بازی این فری بازی چیه؟ اوایلش هی بعد بری فری کار میبرن ازت، میخوام برات رزومه بسازم. آقا من اصلا نمیخوام رزومه ساختم، اصلا استایلم خوبه که نیازی به این بازی. ببین این که تو باید یه چهارچوبی رو در کل بدونی تو شکی نیست، این که خب باید فیست هم درست باشه، رخت هم درست باشه تو شکی نیست. بعد مدلینگ فقط به صورتت نیست، ما انقدر شاخه های مختلف مدلینگ داریم که خیلی ها هستن که طرف اصلا چهره خوبی نداره، یعنی از گردن به بالا فول اصلا، ولی گردن به بالا فوله یعنی چی؟ آره. کشتیه. ببین رضا میدونی داستان چیه؟ یکی هست نگاه میکنی چهره و صورت خوبی نداره ولی پایین زانوی خوبی داره. آره نه واقعا بهش میگن پارت مدلا. ما یه قسمتی داریم یه دسته‌ای هست به اسم پایین زانو. آره پارت مدلا کسایی هستن که مثلا تو دخترها توی پسرها به خصوص تو خانم‌ها خیلی زیاده، مثلا دستای خیلی قشنگی دارن، فقط برای عکاسی‌های جواهری و اینجور چیزا ازشون استفاده میشه. یا مثلا برادر خودم علیرضا چهره و صورت خوبی خیلی برای مدلینگ نداره، چون بعد ایدئاله. دماغش چرا میذاره؟ چرا ایدئال؟ نه جدی میگم علیرضا رو من به چند جا نشونش دادم. به هر حال باید بینیش درست بشه، دندونا باید سیمکشی بشه. آره دیگه میگم ولی همین الان علیرضا با تمام این اوصاف میتونه جزو یکی از بهترین فیتنس مدل‌های بحث ورزشی باشه. چرا؟ چون بدن خیلی خوبی داره، قد خیلی خوبی داره، استایل خیلی خوبی داره. آفرین. میخوام بگم ورزشی که میتونه نفر اول باشه. که واقعا درجه ورزشی خودش که داره فعالیت میکنه جزو نفرات نگوشه. علیرضا 2.5 سال شد رنک 4 اسکواش ایران زیر 19 سال.
بذار از علیرضا بگیریم، اینجا نشسته داره غذای رژیمیشو میخوره. غذای رژیمی تو علیرضا چربی نمیخوره ها، چربی پیتزا اگر بهش بدی پیتزا اول دستمال کاغذی میذاره بعد میخوره. آقا رضا سالن جدید چقدر باصفاست به خدا، مثل دل خودته عزیز من، همینجوری سرسبز در جریان عشق. چپ سش داری؟ حالت باش خوب است؟ من گفتم اینقدر رضا عالیه مبارکت باشه. زیبا بودی زیباتر شد. مبارکت باشه. زیبا بودی زیباتر شدی.